به نام خداوند بی همتا، من مهرداد صداقت هستم و توی این ویدیو امروز براتون از مسیری خواهم گفت که من یک نوجوان 14-15 ساله‌ای توی ایران که هیچ ایده‌ای از آیندهش نداشت به جایی که امروز هستم رسونده. اسیستنت پروفسور گرافیک دیزاین در دانشگاه فلوریدا اتلانتیک، کسی که با صدها دانشجو کار کرده، کارهاش توی ایونت های بزرگ بین‌المللی نمایش داده شده و تو کنفرانس های بزرگ آرت و دیزاین امریکا سخنرانی کرده. اگه میخوای بیشتر بدونی در مورد این مسیر، تا انتهای این ویدیو با من باش. خب قهوه‌مون رو گرفتیم و بعد از پیاده روی امروز این فرصت رو پیدا کردم که توی آخر هفته زیبا جذاب توی فلوریدا بشینم و در مورد این مسیر با شما صحبت کنم. اگه ویدیو قبلی رو تا الان ندیدید نگاه کنید، چون توضیح میدم که من کی هستم و چرا این کانال یوتیوب رو انداختم، ولی امروز از مسیری که تا امروز داشتم و چه چیزی عامل این بوده که من به اینجایی که هستم برسم. یه جا پیدا کنم بشینیم با هم دیگه گپ بزنیم. امروز میخوام بیشتر در مورد خودم، زندگی خودم بگم و یه خورده برگردم به عقب‌ترها، موقعی که یه نوجوان 13 14 15 ساله بودم و ایده‌ای نداشتم که میخوام چه کاره بشم و میخوام چه کار کنم. یادم آخر راهنمایی که بودیم تو ایران یا اول دبیرستان که بودیم، همیشه این سوال از ما پرسیده میشد که میخواین چه کار کنین، چه رشته بخونین، انتخاب رشته قصدتون چی هست، ریاضی، تجربی، انسانی و حتی یه خورده یه جایی در مورد هنرستان. برای یه جوان تو سن و سال خیلی تصمیم بزرگیه. من اینجا که هستم تو امریکا میبینم که تا سال دوم دانشگاه هنوز تصمیم قطعی ندارن که چی قراره بخونن و اصلا چه رشته‌ای اومدن. میتونن کورس‌های مختلفی امتحان کنن، ولی اون موقعی که تقریبا سنشون 21-22 سال هست، اون موقعی که در مورد رشتهشون و آیندهشون انتخاب میکنن. و حتی من خیلی ها دیدم که بعد از اینکه یه مدرکی میگیرن دنبال یه مدرک دیگه میرن یا مسیر متفاوتی رو امتحان میکنن. خب تو ایران هم همینطور هست. شما میتونی معمولا لیسانس یه چیز دیگه بخونی، بعد بری از اول یه چیز دیگه بخونی یا فوق لیسانس متفاوت بخونی. اما من همیشه این سوال واسم بود. ریاضیم بد نبود، عالی هم نبود، علاقه ای نبود که بگم حتما میخوام برم ریاضی بخونم. از طرف خانوادم دوست داشت که من مثل همه خانواده‌های ایرانی یا دکتر بشم یا مهندس، ولی برای خود من خیلی تکراری بود. تکراری از این که همه دارن این کارو میکنن. پس هدف من چیه؟ پس برنامه من چیه؟ آیا من قراره یکی بشم مثل همه مردم، مثل همه کسایی که تا الان بودن؟ و این سوال و جواب ها همیشه تو ذهن من بود تا اینکه سال اول دبیرستان یه دوست خیلی خوبی داشتم. با هم دیگه همیشه میشستیم، کاریکاتور میکشیدیم، نقاشی میکشیدیم گوشه دفترها و تقریبا هر کاری که دلمون میخواست میکردیم. اصلا درس رو گوش نمیدادیم و اون سال اول دبیرستان خیلی سال مهمی بود زندگی من، چون از یه مدرسه راهنمایی خیلی خوب با پرستیژ عالی البته درس خون رفتم به یه دبیرستانی که معمولی بود و بچه‌های از هر بک‌گراندی اونجا بودن.
الان که به این فکر میکنم میبینم که چه قسمت بوده و شاید این هدایت خدای بزرگ بود که من مسیر برم. ولی به هر حال من و این دوستم خیلی با هم دیگه گپ میزدیم، خیلی سوال میکردیم و خیلی چیزا رو با هم دیگه هر روز مرور میکردیم. 2 تا اتفاق مهم بود که تو اون زمان ذهن ما رو درگیر خودش کرده بود. یکی فوتبال، برنامه 90 عادل فردوسی پور، ما تقریبا هر روز در موردش حرف میزدیم و از اون هفته‌ای که برنامه پخش میشد، فکر می‌کنم دوشنبه ها بود، تا اون هفته بعد در مورد دیتیل اون بحث‌ها و جدل‌ها و گفتگو حرف می‌زدیم. و برنامه بعدی که ذهن ما درگیر کرده بود، یه فیلم یا سریال، یه چیزی رو تلویزیون پخش می‌کرد به اسم سینمای حرفه‌ای. و تو اون سن و سال ما، تو اون زمانی که تازه تکنولوژی‌های نوظهور به معنی دیجیتال، به معنی عصر کامپیوتر داشت همگانی‌تر میشه و در دسترس همه قرار میگرفت، چیز خارق‌العاده‌ای بود. یادمه که اصلا واسه اون مثل جادو بود این که می‌دیدیم فیلم‌های سینمایی مثل اون زمان Men in Black چجوری ساخته شده، چون خود تکنیکی تو اون فیلم‌ها به کار رفته بود فوق‌العاده بود و این پشت صحنه دیدن خارق‌العاده‌تر. من میدونم دقیقاً تو اون زمان تصمیمم گرفته بودم که یا میخوام کسی باشم که این جلوه‌های بیشتر رو کار میکنه، دست به خلق این کار رو میزنه، یا اینکه فوتبالیست بشم، تقریبا مثل همه نوجوانایی که توی ایران تو اون سن و سال فوتبال علاقه‌مندن. و هر دوتاش امتحان کردم راستش رو بخوام. فوتبال شاید جدی‌تر، اما نشد. اشتباهش داشتم و اون چیزی که می‌خواستم نشد. اما یادمه که برای اون بحث سینما، برای بحث جلوه‌های ویژه، واقعا کسی نبود که تصویر درستی به ما بده. به غیر از اون برنامه تلویزیونی کسی نبود که ما صحبت کنه که اگه تو میخوای از این جایی که امروز هستی به اون جایی که اون داری میبینی، به کسی که داره اون کارو میکنه برسی، چه مسیری رو باید طی کنی. واقعا تصویر درستی از مسیر وجود نداشت. من یادمه که یه دبیری داشتیم، به معلمان گفتیم دبیر، و این واسه کارآفرینی یا همچین چیزی بود. یه درسی داشتیم توی دبیرستان که به بچه‌ها کمک میکرد که تصمیم بهتری بگیرن در مورد آینده شغلش. من یادمه که هم من و هم دوستم مسعود وقتی که صحبت میکردیم با این بنده خدا و میگفتیم که ما میخوایم این چیزی که میبینیم توی این برنامه تلویزیونی باشیم، اون بنده خدا هم ایده‌ای نداشت که باید چه راهنمایی بکنه ما رو. و یادمه که یه روز احتمال رفته بود تحقیق کرده بود اومد پیش ما، گفت این کاری که شما میخواید بکنید خیلی مرتبطه به گرافیک. و اونجا برقی بود که توی ذهن ما زد، جرقه‌ای بود که زد. از اون روز به بعد همه جا به دنبال گرافیک بودیم. مثل امروز اینترنت انقدر در دسترس و همگانی نبود، باید میرفتیم کافی نت، زبان انگلیسی تقریبا صفر بود و منبع فارسی هم توی نت اونقدر نبود که شما اطلاعات داشته باشید. کتابخونه میرفتیم، کتابایی رو میخوندیم، ولی یه جوری با پرسجوهایی که کرده بودم با آدم‌هایی رو که میشناختم و این راه رفته بودن، کم کم به این نتیجه رسیدم که این رشته‌ایه که من میخوام بخونم. و این شد که جدال ما با خانواده شروع شد. و یادمه که اولین باری که به مادرم گفتم من میخوام گرافیک بخونم، به شدت شوک شد و دگرگون شد. اصلا حالش خراب بود برای یه مدتی. و یادمه که به شدت مقاومت میکردم، پدرم کمتر ولی بیشتر مادرم. و یه جوری رفتن به هنرستان اون زمان یه تابویی بود، یه تصویری بود از بچه‌های تنبلی که نمیتونن حالا به هر دلیل ریاضی بخونن و تجربی بخونن و
باید برم یا هنرستان یا کار دانش. ولی من هر روزی که میگذشت مطمئن‌تر بودم که قراره چی کار کنم. شاید به دلیل اینکه خیلی آدم خوشبینی بودم، خیلی آدم تصویر سازی بودم، رویا بافی بودم و اون چیزی که خودم میخواستم از همون زمان تجسم کردم و تصویر اینو به خودم میدادم. یادمه که تمام اون تابستون درگیر جدل بود با خانواده تا راضیشون کنم که برم گرافیک بخونم. میدونستم چیزیه که منو قرار به هدفی که دارم برسونه، ولی دقیقا نمیدونستم همین گرافیکی که دارم واسش تلاش میکنم چیه. فقط اعتماد داشتم، رفتم جلو. بعد از اینکه راضی شدن یه تحقیق کردیم که خب کجا توی مشهد حالا حداقل بهترین کورس دوره گرافیک دیزاین رو معرفی میکنن. یادم که به 2 جواب نهایی رسیدیم. یکیش هنرستان سینا بود و دیگریش هنرستان هنرهای زیبای پسران مشهد. هنرستان هنرهای زیبا یه پرستیژ خوبی داشت، توی منطقه خوبی از شهر بود، اما خیلی فاصله داشت، ولی حداقل میشد این حدس رو زد که بچه‌هایی که اونجا میرن و درس میخونن احتمالاً بچه‌های درس‌خون‌تری هستن تا هنرستان سینایی که توی منطقه معمولی تری از شهر بود و فاصله خیلی کمی به خونه ما داشت. و این شد من رفتم واسه آزمون ورودی هنرستان هنرهای زیبا ثبت نام کردم و که دلیلش این که آزمون ورودی داشت و این شاید میگفت که بچه‌هایی که با استعداد ترن قراره بیان اینجا و اون آزمون رو قبول شدم. بعدها فهمیدم که واقعا فرقی نداشت بین دو هنرستان و حتی شاید خیلی از آدم‌های موفقی که تو این زمینه تو شهر خودم دیدم فارغ التحصیل هنرستان سینا بودن. ولی من رفتم هنرستان هنرهای زیبا، 2 سال اونجا درس خوندم با دیپلم گرافیک و هیچ ایده ای نداشتم هنوز که گرافیک دیزاین چیه. خیلی تصویر متفاوت تر بود از چیزی که من ابتدا داشتم. با مسائلی درگیر شده بودم که نمیدونم آیا مرتبط بود، آیا به درد من میخورد و آیا اصلا در امتداد این مسیری بود که منو به اون ویژوال آرتیستی که تو حوزه جلوه‌های ویژه سینما فعالیت میکنه برسونه. تو رفتم خوندم مثل مبانی هنر تجسمی، مثل لوگو دیزاین، مثل صفحه آرایی، بعضی از اصطلاحات اولین بار بود که میشنیدم و خیلی از کارا واسه من تا اون زمان عجیب غریب بودن، مثل اینکه ما به عکاسی با حرفه‌ای‌تری داشته باشیم با چیزی که تا اون موقع به عنوان یه اتفاق خیلی معمولی و از اون بود نرمال عکاسی که همه فامیل‌ها یه دوربین، همه خانواده‌ها یه دوربین عکاسی داشتن عکاسی می‌کردن باشه. این نگاه متفاوت کردن به همه چیز شاید آغازی بود واسه دادن یک شخصیت، یه پروفایل هنری، یه پروفایل هنرمندانه به من. اگه تا قبل از اون همه چیز بر اساس ذوق و بر اساس یه سری علایق ذاتی بود، توی هنرستان هنرهای زیبا داشت تا حدودی آکادمیک تر می شد، نه به اون حرفه‌ای که باید باشه ولی تا حدی که میتونست بره. سریعتر بگم بعد از اون من رفتم کاردانی گرافیک توی مشهد خوندم. تجربه متفاوت تری بود، بیشتر یاد گرفتم. کنکور هنر دادم، قبول نشدم. دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، دانشگاهی که تاپ تو اون زمان بودن رتبه‌ای زیر 100 می‌خواستن و من اونقدر درس خونه کنکور بده نبودم که راستشو بخوای تو اونجا قبول شدم. یه دوست خیلی خوبی داشتم، علیرضا، تو هنرستان با من بود، تو راهنمایی هم با من بود راستشو بخوای.
و تو هنرستان خب بیشتر با هم دیگه رفیق شده بودیم و اون کنکور هنر قبول شد و رفت دانشگاه هنر تهران. ولی من موندم مشهد، کاردانی خوندم، بعدش کار کردم، پروژه‌های مختلف انجام دادم. خیلی فاصله گرفتم از اون تصویر ابتدایی که داشتم، از اون رویای ابتدایی که داشتم به عنوان آرتیست شدن تو زمینه جلوه‌های ویژه و این هنرستان و کاردانی خیلی منو گرافیک دیزاینر کرده بود و یکم علاقه‌مند به بازار راستشو بخواید. دوست داشتم لوگو طراحی کنم، دوست داشتم بروشور طراحی کنم، کاتالوگ طراحی کنم و اینکه کارهایی رو که من میزدم تبدیل به واقعیت میشد و دست به دست مردم میچرخید. راستش بخوای خیلی اعتماد به نفس خوبی میداد اون زمان و گذشت و به خاطر یه سری مسائل از دوباره خانوادگی و شخصی ادامه تحصیل همچنان مهم بود. یه سری هنجارهایی منو فشار میداد، پوش میکرد به سمت اینکه خب باید کارشناسی بخونم و کنکور کاردانی به کارشناسی یه دردسر بزرگی بود، یه کابوس بزرگی بود اون زمان. چند بار امتحان کردم، قبول نشدم و از یه سال به بعد حتی کنکور عملی اومد و کار برای من سخت‌تر کرد. اصلا آدم کنکور بدهی نبودم، اصلا نمیتونستم چیزهایی رو بخونم و برم تست بدم و با اون روحیات خلاقانه جسورانه هنرمندانه من راستش بخواین زیاد سازگار نبود و شایدم راهنمای درستی نداشتم تو زمان که منو به این سمت هدایت کنه. به هر حال رفتم سربازی و اونجا هم به عنوان دیزاینر راستش بخواین کار میکردم ولی کاملا دور شده بودم، هم از فضای کار حرفه‌ای بیرون و هم از اون فضای هنری. یک زندگی، یک نواختی که شما بهش دوچار میشید میتونه واقعا فاصله بندازه. ولی همیشه دغدغه‌شو داشتم. در سربازی هم واسه کنکور شرکت میکردم تا اینکه 4 ماه مونده بود خدمتم تموم بشه کاردانی کارشناسی قبول شدم و باید تصمیم بزرگی میگرفتم. باید تصمیم میگرفتم که آیا میخوام خدمت رو رها کنم برم درس بخونم و دوباره بیام واسه این 3-4 ماه دیگه ادامه بدم، یا اینکه نه خدمت رو تموم کنم درس رو بگذرم ازش و دوباره سال بعد و اینکه دوباره جسارت کردم خدمت رو رها کردم و رفتم دانشگاه. شمال قبول شده بودم، محمود آباد، ولی به خاطر اصرار خانواده و پیگیری که داشتن انتقالی گرفتم به مشهد و اون دانشگاه و اون دوره لیسانسی که من مشهد خوندم نقطه عطفی بود توی زندگی من. باعث شد که از یک نگاه صرف نزدیک به بازار برسم به کسی که حالا یه دغدغه‌های دیگه داره، دغدغه‌های هنری، دغدغه‌های فرهنگی و حتی دغدغه‌های اجتماعی. و اینم به خاطر اون جو دانشگاه بود، به خاطر اساتیدی که داشتیم، به خاطر دیدگاه‌هایی که خب اونها هر روز با ما در میون میگذاشتن و باعث اتفاقات سیاسی و اجتماعی هم همزمان بود توی ایران. فارغ التحصیل شدم، رفتم ادامه خدمتی که 4 ماهش مونده بود اضافه شده بود و بعد 7 ماه خدمت میکردم. سربازیم تموم شد به هر بدبختی که بود و دنبال کار میگشتم دوباره. من یه چیزی هم بگم، من از بچگی یعنی از همون سن دبیرستان خیلی علاقه داشتم که دنیا رو ببینم. با اون دوستم مسعود
من یادم که اون زمان روزنامه رو نگاه میکردیم و یه دوره خیلی تبلیغی که باب شده بود درباره تحصیل در اوکراین. ما یادم که هر روز نگاه میکردیم، زنگ میزدیم، صحبت میکردیم، تو اینترنت سرچ میکردیم و ببینیم که اطلاعاتی به دست میاریم و خانواده‌ام به شدت سرسختانه مخالف. یه فلشبکی بود که فقط بدونیم که یه سری علاقه های از اون زمان وجود داشت و یادم موقعی که من لیسانسمو گرفتم خب فضا متفاوت شده بود، اینترنت همه گیرتر شده بود، دسترسی به اطلاعات بیشتر بود و اینکه زبان من هم بهتر شده بود اون سالا و تقریبا فارسی و انگلیسی دسترسی داشتم به منابع بیشتری از اطلاعات. اپلای کردم اون سال برای یک کورسی توی آلمان، دانشگاه باهاوس، و حتی یه باهاوسی که قاعدتا باهاوس قدیم نبود ولی اسم اونو یدک میکشید و ریجکت شدم و خیلی ناامید. ولی یادمه که از هابیان بود که از همون زمان توی وبسایت اپلای ابراد که یه فروم فارسی بود در مورد تحصیل خارج از کشور، در همه رشته‌های هنر در تمام کشورهای دنیا میخوندم و اطلاعات کسب کردم و این باعث میشد که من رویا پردازی کنم، باعث میشد که من تصویر سازی بکنم و تصویر بیشتری به من میداد از جایی که میخوام برم و از چیزی که میخوام داشته باشم. میدونم به یه جای رسیده بود که من مشاوره میدادم به آدمای مختلف که کجا اگه میخواین اپلای کنی چطوری اپلای کنید و شاید هر کشور و هر پروگرام به چه صورتی. بگذاریم توی مشهد بودم، شغل پیدا کردم پیش دایم، برآوردهای پورتوینی سوسیس و کالباس میفروختن و هیچ ربطی نداشت به کاری که تا الان کرده بودم. درآمد خیلی خوبی داشتم، یه حقوق خیلی خوبی میگرفتم ازش، پوزیشن خیلی خوبی داشتم تو اونجا که کار میکردم به خاطر بازم رابطه فامیلی و زندگی میکردم. شرایط لازم مالی خوب بود ولی من خوشحال نبودم به خاطر سالها چیزی که موردش فکر میکردم، تصویری که از خودم داشتم متفاوت بود با چیزی که داشتم زندگی میکردم. فکر میکنم خیلی آدم ها تو این نقطه تسلیم میشن، سعی میکنن که واقع بینانه به مسائل نگاه کنن و من خیلی از دوستایی که تا اون زمان با هم شاید هدفهای مشترکی داشتیم، رویاهای مشترکی رو داشتیم، دیدم که دست کشیدن از این مسیر و به سمت زندگی واقعی روزمره رهسپار و بعدتر دوچار شدن. ولی یه حسی درون من بود که میگفت never give up، هیچ وقت رها نکن، ادامه بده، برو جلو، میشه. حالا تا الان خیلی چیزا شده، از این به بعدم شاید بشه، چرا که نه. این گفتگوهای ذهنی راستش بخواید تو من وجود داشت و من میگم همیشه اون اپلای ابراد رو میخوندم، همیشه آدم‌هایی رو می‌دیدم داستان‌هاشون رو به اشتراک می‌گذارن از موفقیت‌هاشون و از تجربیات روزمره‌شون در چیزی که رویا داشتن و حالا رسیده بودن و این منو امیدوارتر می‌کرد. گذشت به واسطه دوست خوبم علیرضا که از راهنمای هنرستان با هم بودیم تشویق کرد که برم تهران توی شرکت تبلیغاتی کار کنم. یه اتفاق خیلی خوبی بود، یه شیفتی از اون مواد پروتئینی به کاری که من سالها تجربهش داشتم و تکاملش رو طی کرده بودم. رفتم به اون سمت کار تبلیغاتی، دوباره انرژی خوبی، یه روحی خیلی خوبی. تهران زندگی میکردم، حقوق کمتری میگرفتم از چیزی که قبلا داشتم
ولی این به من فرصت داد که با استقلالی که دارم بیشتر تمرکز کنم روی چیزی که میخوام. همون فضای دور از خانواده بودن، همون فضای دور از زندگی روتین بودن به من این فرصت رو داد که تنهایی بیشتری داشته باشم و هی از خودم سوال کنم و هی چیزهای مختلفی رو امتحان کنم و به جای رسوم که تمرکزم رو گذاشتم واسه زبان، یعنی از کاری که داشتم اومدم بیرون تمرکزم گذاشتم روی زبان و روی اپلای و وقتی که جدی تر شدم خداوند هم بیشتر منو هدایت کرد و دستان خداوند توی زندگی بیشتر پیدا شد. آدم های نازنینی که به من کمک کردن، من قدردان اونها هستم و قدردان خداوند که توی این مسیر هم برای گرفتن زبان هم برای اپلای به من کمک کردن و من برای اپلای کردم. خیلی حس عجیبی بود. شاید 1-2 سال قبل در خوشبینانه ترین حالت اگر میخواستم خودم ببینم که دارم اون رویامو دست پیدا کردم و بهش رسیدم و دارم زندگی میکنم، یه جایی بود مثل سوئد یا یه جایی مثل آلمان، کشور اروپایی که در بهترین حالت من هزینه‌های دانشگاه رو نمیدم ولی سخت دارم زندگی میکنم و کار میکنم که هزینه زندگی رو بدم. و این دوباره به خاطر این بود که من تصویری نداشتم از چیزی که میتونه بهتر باشه، از شرایطی که میتونه بهتر باشه. ولی چیزی که باعث شد من امریکا اپلای کنم وجود یه دوست نازنینی بود که اون سال اپلای کرد و پذیرش فول فاند گرفت. این یه جرقه‌ای بود، شاید دومین جرقه بزرگی توی زندگی توی ذهن من. صبر کن، همه چیز اونی که تو فکر میکنی میدونی و درسته نیست. شاید یه چیزی باشه، شاید یک راهی باشه که تو هرگز بهش تا الان فکر نکردی و شاید مسیر خوشبختی تو یا مسیر سعادت تو از این راه برسه. خیلی ممنونم از این دوستم به خاطر اینکه موفق شد و راه موفقیت رو به من نشون داد. این موزیک یهو از اینجا پخش شده اسپیکر، خیلی خوبه. خیلی ممنونم ازش. خب کم کم مغازه‌ها دارن باز میکنن اینجا. اون زندگی امریکایی داره شروع میشه، مثلا آخر هفته. فکر میکنم بهتر باشه برم یه جایی که کم سر صداتر باشه تا بتونیم بهتر با هم حرف بزنیم. ببینم